سلام، خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه با من. امروز اومدیم راجع به کتاب دختر مهتاب حرف بزنیم و ببینیم ارزشش رو داشت یا نه، جلد دومش رو میخرم یا نه، و اینکه کتاب بعدی که قرار بخونم من با هم انتخاب کنیم. اگه منو این شکلی پتو پیچ میبینین به خاطر اینکه اون بیرون داره برف میاد و هوا خیلی سرده و اصلا بدون این نمیتونم ادامه بدم و گفتم که یه حس کوزی هم به ویدیو میده. و اما دختر مهتاب، چرا نشر مجازی نگرفتم؟ به خاطر اینکه من احساس کردم این نشر یک ترجمه کلمه به کلمه ای داره که من بیشتر خوشم میاد و اولش اینطوری بودم که انتشاراتی هایی که معروف نیستن احتمالاً حذویات کمتری داره و داستان رو بهتر میفهمی. اول از همه که ترجمه این کتاب واقعا خوب نبود. یعنی من انتشاراتی های ارزون گرفته بودم قبلا که ترجمهشون واقعا خوب بود و اصلا هیچ فرقی انگار نداشت با کتابای دیگه، اما این کتاب واقعا ترجمه خوبی نداشت، یعنی 4 از 10 بهش میدم. آره، زیبا نبود. ترجیح همین بود که نشر مجازی میگرفتم، حداقل هم خوشگل بود هم ترجمه بهتری داشت. ولی آیا خود کتاب ارزش داشت یا نه؟ اگر فانتزی باز هستید و نوجوان هستید این کتاب احتمالاً به درد شما میخوره. یه سریالایی مثل جومونگ و اون سبکی هم دوست داشته باشید، ولی اگه نیستین نه، چون حجمش هم خیلی زیاده، 400 صفحه است. حالا داستان این کتاب چی بود؟ داستان یه دختری بود که با مادرش توی سرزمین که نمیدونم، ماه گیر کرده بودن، هم سرزمین ما، یعنی تبعید شده بود مامانش و داستان‌های زیادی وجود داره که چرا اون اتفاق افتاده، یعنی چرا مادرش اونجا تبعید شده و مامانش خیلی غمگینه، یه ساعتایی رو همش برای خودش میشینه تنهایی به سرزمین فانی ها نگاه میکنه و یه خدمتکاری هم دارن اسمش پینگره فکر کنم که حالا تلفظشو در نمیدونم همینه یا نه. و حالا توی داستان اولش همون 30 صفحه اول متوجه میشیم مامانه به دخترش میگه که چرا تبعید شده به اون سرزمین و ملکه آسمانی میاد به اونجا و نمیدونه که این خانم بچه داره و مامانش مثلا میفرستش که همراه بره پیش فامیلای خدمتکارشون تو دریای جنوب که مجبور میشه بیاد تو سرزمین فانی ها و داستان از اینجا دیگه ادامه داره. خیلی صحنه های جنگجویی توش زیاده، یعنی همش مبارزه و اینا. میگم اگه این سبکی دوست دارید این کتاب رو بخونید. امتیاز کلی من به این کتاب 3 از 5، اونم به خاطر زحمت نویسنده که انقدر رو نوشته. جلد دومش رو میخرم. تا الان که نه، یعنی اصلا آخرش جوری نبود که بگم کنجکاو شدم ببینم جلد بعدی چی میشه. اگرم بخرم فقط از روی وسواسه که جلد 1 داری حتما باید جلد 2 هم داشته باشی، وگرنه داستان منو نمیکشونه که جلد دومش رو برم بخرم. این کتاب 3مین کتاب فانتزی بود که من خونده بودم. اولیش جلد 1 شعله در ماه بود که توی شعله در ماه، خیلی ممنون از وانتی عزیز، اگر یخچال چیزی دارین خریدارن، شعله در ماه بود. اون داستانش نصفه میموند و من هنوز نخریدم کتاب جلد 2 شو و واقعا خیلی کنجکاوم که ببینم چی میشه، ولی نمیدونم، انقدر کتابای دیگه‌ای هست که بخرم هیچ وقت نمیرم جلد 2 اونو بخرم. حالا چرا؟ چون خیلی کتابش طولانی بود و هی اسما بینش عوض میشد، یعنی یکی فکر کنم 3 تا اسم داشت. واقعا کتاب گیج کننده‌ای بود برای کسی که اولین بار داره فانتزی میخونه، ولی با این حال من جلد 2 اونو دوست دارم بخونم. اما این نه. البته اون داستانش هم نصفه میموند ها، اینو بگم. کتاب دوم فانتزی که خوندم کتاب دختری که در اعماق دریا افتاده که واقعا این کتاب خیلی قشنگ بود به نسبت دختر مهتاب. به نظر من خیلی قشنگ‌تر بود، یعنی 4.5 از 5 من به اون کتاب میدم.
حالا نمیدونم واقعا این کتاب به دل من نشست به خاطر اینکه ترجمه خوبی نداشت که 100% میتونه دلیل باشه، ولی خب میگم من اونو خیلی بیشتر دوست داشتم، داستانش هم بیشتر دوست داشتم، اون برام جالب تر بود. این کتابم که سومیش بود دیگه. کتاب فانتزی بازم دارم که بخونم، ولی به خاطر اینکه جلدای بعدیشو ندارم امتناع میکنم از خوندنش، چون میدونم دوباره مثل شعله در ماه تو خماری داستان میمونم. جلدای بعدیش هم نمیرم بخرم، انقدر که کتاب‌های مختلف هست که من دوست دارم بخرم. حالا بریم سراغ کتابی که میخوام در ادامه بخونم. دلم میخواد دیگه فانتزی نباشه، که البته میگم فانتزی هم ندارم دیگه به جز اونی که جلد بعدیشو ندارم و نمیخوام اونو بخونم. دوست دارم یعنی همه جلداشو بخرم بعد بخونم. البته از یه طرفی هم اگه داستانش بد باشه منم و 2 تا جلد کتاب دیگه‌ای که خریدم اینم هست. حالا anyway فانتزی که تازه خوندم نه، کلاسیک نمیدونم بخونم یا نه، به خاطر اینکه کلاسیک یه دونه مادام بواری یا بواری من آخر نفهمیدم این کدومه، هر کی یه جور صداش میکنه. یه دونه این کتابو دارم، یه دونه آنشردی دارم که بخونم، ولی خب همچنان آنشردی چند جلدیه. یه دونه هم در جستجوی زمان از دست رفته است که گفتم اون یه مقدار سخته و من باید حتما قبلش چند تا کلاسیک دیگه بخونم که آب دیده بشم. البته شاید برای شما سخت نباشه، میتونید امتحان بکنید، ولی در کل من دوست دارم کلاسیک رو دستم بگیرم. اینکه تو گوشیه یه ذره ناراحت هم میکنه، ولی خب در جستجوی زمان از دست رفته بعد 7 جلدش رو با هم بخرین و خیلی گرونه، 2 تومن یا 2,300 طولشه. حالا اینم از کلاسیک که فکر کنم کنسل میشه، چون آنشرلی که نمیشه، اونم که نمیشه، میمونه مادام بواری که حالا روی اون یکم فکر میکنم. یه دونه روانشناسیه، تکیه های یک کل منسجم. من تمام مدت بهم میگفتم تکیه های یک گل منسجم و هیچ کس به من نمیگفت بابا این کله، گل نیست. حالا شاید بگین که چرا خب میگفتی گل، نمیدونم دلیل خاصی نداشت. و اینکه این کتابو من تا صفحه 106ش خوندم و نصفه ولش کردم و اصلا هم کتابی نیست که بگم شما میتونین، از نظر من البته، یهو بشینین بخونینش و چه میدونم تو یه هفته تمومش بکنین. به نظر من نیازه که این کتاب تیکه تیکه خونده بشه. حالا دوست دارم کتابی که دارم میخونم در کنارش هر چند وقت یه بار از این کتابم بخونم. آنشرنی هم آورده بودم نشونتون بدم یادم رفت. بریم سراغ ژانر بعدی. ژانر بعدی جناییه. جنایی کتاب خیلی دارم من، چون یکی از ژانرهای مورد علاقمه، ولی خب از بین اونا 3 تا رو آوردم الان اینجا که ببینم کدوما رو بخونم. اینو از باقی کتاب ملک آوردم، داستانش هم اونجا گفتم، اگه ندیدین ویدیوشو بریم ببینین. میمونه این 2 تا. اینو اصلا یادم نیست داستانش چی بوده، ولی این داستان یه زن و شوهری بود که یه سفر فکر کنم برنده می شدن یا می رفتن سفر و اونجا و خانم و آقای با هم مشکل داشتن و اونجا مثل اینکه یه سری رازا برملا می شد. دقیق یادم نیست، اگه اشتباه می کنم به من خورده نگیرین چون خیلی وقت پیش این کتابو خریدم. اینم فکر کنم داستانش یادمه. یه دختری بود که خواهرش مرده بود و می‌خواست بره ببینه که و هیچ کس رسیدگی نمی‌کرد به این داستان و می‌خواست بره ببینه که چرا خواهرش مرده. اگه اشتباه نکنم همین بود. این کتاب خیلی سنگینه چون چاپ قدیمه و من اینو از یک کتاب فروشی چاپ قدیم پیدا کردم خریدم، ولی خب میگم چون کاغذاش سفیده خیلی سنگینه کتابش. اینم از 3 تا آپشنی که توی داریم، ژانر جنایی داریم. 3 تا کتاب دیگه هم آوردم که ژانرشو فکر کنم بشه گفت عاشقانه، 2 تاشو که این 2 تاه، Archer's Voice و من عاشق امید شدم. نمیدونم حقیقتا اینو میتونم بخونم یا نه، چون خیلی غم انگیزه و همه میگن فوق‌العاده ناراحت کننده است و من نمیدونم واقعا تحمل این حجم از غم رو دارم الان یا نه.
آرچر زویس هم من خیلی دنبال این کتاب بودم، توی انقلاب پیداش کردم. بعد چند روز پیش داشتم نگاه میکردم دیدم که نشر آمود ترجمه‌شو داده بیرون. خیلی ناراحت شدم. البته که خب این کتاب هیچ حذفیاتی نداره، ولی فارسی خوندن یک کتاب قشنگ خالی از لطف نیست، به خاطر اینکه این کتاب تقریبا جزو 5 تا کتاب برتر همه آدماییه که من تو تیک تاک دیدم. یعنی هر کی رو مثلا یه کتابی میاد میگه کتاب خوبیه، یکی دیگه پیدا میشه بگه نه این کتاب بدیه. این کتابو اکثریت روش توافق دارن و اینجوریان که یه کتاب فوق العاده عالیه. این هم ژانر عاشقانه است، هم خب میشه گفت کتاب انگلیسی. و آخرین کتاب داستان‌های کوتاهه که این هم از کتاب ملک آوردم، میتونید برید همچنان ویدیوش رو ببینید اگه ندیدید. و داستان کوتاه هم خوبه بعد از یک کتاب خیلی سنگین بزرگ. حالا نمیدونم از بین اینا بر کدوم انتخاب کنم. حالا جدا از این کتاب که قراره در کنار کتاب اصلی بخونم، کتاب بعدی رو شما به هم بگین که چی باشه. جنایی باشه، کلاسیک باشه، داستان کوتاه باشه یا عاشقانه. برام کامنت بذارین، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا یک ویدیوی دیگه، خداحافظ.